درود. یه زمانی یه پادشاهی حمله میکنه به کشور همسایش، اونجا رو تصرف میکنه. بعد از تصرف بعد جور میره تو فکر. مشاوراش میان پیشش میگن چی شد قربان؟ چرا اینقدر تو فکری؟ میگه آخه مردمان این سرزمین خیلی باسوادن، خیلی با فرهنگن. اینا رو ما چجوری میتونیم از بین ببریم؟ مشاور اولیه میگه کار نداره قربان، سرشونو میزنیم، همشونو میکشیم. اما مشاور دومیه که زرنگ‌تر بوده میگه نه قربان، تو مردمان همون کشور اگه بگردیم 4 تا آدم بیعقل و احمق و دزد و پس فطرت پیدا میکنیم که اینا رو بذاریم مسند جاهای مختلف، و اگه این کارو بکنیم اونا نسلی از خودشون تربیت میکنن از خودشون بدتر، و برعکس اونایی که با عقلن و با سوادن و با شعورن اینقدر خونه نشین میشن، تو فقر و بدبختی میمونن که نسل رو نمیتونن تربیت کنن، برای اینکه وقتشو ندارن، برای اینکه همش درگیر شکم زن و بچه‌ش نزدیک کنن. بعد با خودم فکر میکردم چقدر این داستان آشناست.